سلام. آرنج نشده تا حالا عصبش بزنه به همه جاش. آرنج داری؟ خب بچه امروز میخوایم با هم دیگه try not to laugh کنیم. به سبک جدید بچه ها، به سبک جدید. سیستم اینجوریه که من یه استوری گذاشتم تو اینستاگرام که از بچه‌ها خواستم برام جوک بگن، لطیفه، هزل. بعد بچه‌ها واسم وایس فرستادن. منو تو گوش میدیم ولی اینجاش جالبه. در دهانمون آب میگنجاییم، مینوشیم. خب هر کی بیشتر بخنده و بیشتر آب به بیرون بپاشه میبازه. بریم. سرد بود، یه سرابه برمتر و بیاری، دندونام همه تیر کشید. سلام. بابام بهم گفت ساعت زنگ بذار بذاره سرت، صبح پا شدی منم بیدار کن. گفتم خب چرا خودت نمی کنی؟ گفت چون سرطان زاست. الان دارم دنبال خانواده واقعی میگردم. سلام. الان گروش میخوام یه جوش برد بگم. مردی میگیره بعدش به سرش میاد اعلامیه میزنه. خیلی خنده دار بود تو صداش فقط میوت شد. میدونین به کسایی که تون ماهیار میشورن چی میگن؟ میگن واشنگتن. از اینجایی که گفتی یه جو که خنده دار بیمزه بگید، خواستم بگم که میالند بهتر از کشته بیاست. تو باشی از این جوکای لوس نگی به من، هر کی که بودی. سلام علیکم. خوبتون؟ میزونی ترنگی رو پیکری حداقل کاری مادری بتونم آن چخیل برو گراشتی. یکی نه سازنده فلش میمیره، از این بر میخوام بکنم تو قبل نمرد، از اون بر میخوام بکنم میره. هر. خب حالا به یه اسکلت میگه خالی ببن. آفرین میگه توپلو هم توپلو. شب عروسی داماد سرش میذاره شونه عروس، گریه میکنه. عروس میگه که چرا گریه میکنه عزیزم؟ داماد میگه این همه دختر قشنگ تو تالار هست، خیلی عجله کردم، خاک تو سرم. سلام. شاید یه ذره قدیمی باشه اینجا، ولی یه روز یه آدم مریضی هی از جلو در یه کلیسای رد میشده و در میزده تا کشیش میومده بیرون در رو باز کنه فرار میکرده. آقای بنده خدا آدم مریضه 3 شب این کار رو انجام میده و کشیش شب 4م تصمیم میگیره پشت در وایسه ببینه کیه. بعد شب 4م یارو میاد در میزنه، کیشه سری میپره بیرون. بعد اون یارو بنده خدا هول میکنه میگه ببخشید عیسی خونه است. دریوری بود. فعلا که تو خیلی بدتر باختی. بریم بعدی. یک روز تو رسیدی موی قلبم پا گذاشتی، سهای عاشقی رو تو وجودم. تو ماشین داشت گوش میداد سیاوش قمیشی نه؟ یه بار یه نفر از ساختمون 100 طبقه میفته پایین، به طبقه 5 که میرسه میگه خدا شکر تا اینجاش که به خیر گذشت. ببین 3 نفر من توی جزیره، بعد اونجا سرخپوسته اینا رو میگیرن و دستگیرشون میکنن هیچ دیگه اینجوری. بعد حالا سرخپوسته اینا میگه که هر کدومتون برین 10 تا میوه بیاریم اگرم میکشیمتون. اینا میرن میارن و تحویل میدن دست اینا.
اولیه رو میبرن توی اتاق، بهش میگن که میوه ها رو میکنی توی باکس، اگه صدا کنید میکشید. حالا این 10 تا آلبالو داشته. خیلی خوب بود، دمت گرم. خدای باباش میمیره نمیتونن خاکش کنن، به سالتو میزنن. بدترین جوک کردی. یه جوک بدی بود که بهش میخوام بخندم. یه روز یه مرده میره همون دنبال لیفش میگرده، بعد این ور نگاه میکنه نیست، بعد اون ور نگاه میکنه هست. سلام، کوروش میا. یه روز یه مرده یه چیز قهوه یه روزی میبینه، میچشه ببینه چیه. دفعه اول میچشه سمنوس، نه. دفعه دوم میچشه هلواس، نه. یه بار دیگه میچشه کاکاوس، نه. یه دفعه دیگه میچشه دیگه چه خوب شد پاما نهشتم روش، یعنی خوب شد پاما نذاشتم روش. یعنی چی؟ یه روز 2 تا یه روزی تو کوچه ما یه پیرزنه زندگی میکرده، روزی 5-6 میلیون تومان میبرده بانک میزده به حسابش. یه روز رئیس بانک بهش میگه حاج خانم شما که این همه داری پول در میاری درآمدت از کجاست؟ میگه من شرط میبندم. میگه چجوری شرط میبندی؟ میگه الان شرط میبندم تو فردا شورت آبی میپوشی. شرط چقدر؟ شرط 1 میلیون. رئیس بانک قبول میکنه. کوشیش سعی خود جوکش چی شد؟ میخواستم بدونم خانومه چی. بعدی میدونین ماهیا غذاشونو توی چی سرخ میکنن؟ آدم تابه. یه روز 2 تا لاک پشت میرن مسافرت 10 سال طول میکشه که برسن مقصدشون. سلام علیکم. امروز میخوام یه تا جوک براتون تعریف کنم. یه تا مرده بوده یعنی آقا این با من زنه بود. یه تا دیگه براتون تعریف کنم. یه تا مرده بوده هنوه. یه روز یک فیله میره بالای درخت میگه من گیلاسم. اینجا که که میگه بابام رفته بود شیرینی بخره که مهمونا بیان و دیگه بی شیرین نباشن که جلوشون بتونیم یه چیز بذاریم. بعد بابا رفته نتونسته شیرینی بخره، یعنی شیرینی فروشی بسته بودن، این با دست خالی برگشته. بعد همون زمان مهمونا شیرینی خریده بودن، با شیرینی اومده بودن خونه اونا. مامانه که فکر کرده باباه رفته برای اینا شیرینی خریده، اون شیرینی هایی که مهمونا خریده بودن و گذاشته داخل زنگ، بعد جلو خودشون برده تعارف کرده. بعد میگه ببخشید ما از این شیرینی آشغالی ها نمی خریدیم، این دفعه شد، تو رو خدا ببخشید. روزترین جوکی رو تو زندگی شنیده بودم، از قضا فقط توف که میتونم بگم، چون که اگر نمیگفتم تومار میشد واسه دیوونه میشدم. یه روز 2 تا میخ با هم ازدواج میکنم، موثر میرن تو دیوار. یه نفر یه پلیسو میکشه، زنگ میزنه به 110، میگه میبینم که 109 تا شدین. یه روز توی مدرسه یه بچه نشسته بود، بعد یه معلمش که میاد تو میبینه زیپ شلوارش باز و
میگه آقا معلم این زیپ شلوارت بازه جلوی جمع. بعد این معلمه اینو میکشه کنار، میگه دفعه بعد همینجوری نگو زیپش بازه، بگو مثلا چه میدونم در دفتر بازه، همینجوری الکی. گفت باش آقا باش. دفعه بعد این باز میاد معلمه بچه میگه آقا در دفتر بازه، مدیرم اومده بیرون. میگن یارای لخ میره جنگ، میگن حاج آقا چرا لخ اومدی جنگ؟ میگه مگه ده مه بود. من و دوستم رفتیم بعد از مدرسه، رفتیم مدرسه دخترونه. بعدش از دیوار مدرسه بالا رفتیم یه جایی از مدرسه شد. بعدش همینطوری دیدیم داره صدا میاد، نزدیکتر شدیم دیدیم که چند دختر دارن سیگار میکشن. تا به محض اینکه ما دیدیمشون فقط فرار کرد با تمام جون. من واقعا یه فکرم دارم. تو همه رو خندیدی، من هیچی نخندم. من اصلا نخندیدم. من هیچی نخندم، فقط تو داشتی میترکیدی، فقط داشتی میترکیدی. چرا مجازات نداریم بازی؟ من فقط مجازات شدم که توی توف کردی رو من. فقط من مجازات الکش. این چه بازی بود؟ من که نخندیدم کمتر مجازات شدم. یعنی من که نخندیدم مجازات شدم، ولی تو که خندی من مجازات شدم. آره سنگی بودن همینه. تو سنگی، تو آدم تو امروآسی. نمیشه باید ترایناتو لفظی کرد چون که سنگی امروآس. مرسی از زنگوله رو بچه یادتون نره. مرسی از جوکای خنده دارتون بچه ها. خدا